بچه‌ها، صبحتون بخیر. داریم میریم سومسرا یه بلاگ برفی بگیریم. الان جاده رشت به سومسرا. این جاده زیبا میکنم براتون فیلم بگیرم. امروز 21 بهمن ماه، ساعت حدود 9:10 روز. صبح زود بلند شدیم رفتیم براتون از رشتم، رانندگی رشتم ویدیو گرفتیم، گفتیم بریم سومسرا هم یه سری بزنیم. خیلی وقت سومسرا از تو شهرش فیلم نگرفتم. بچه‌های سومسرا قول دادم، دیدم برف زد، گفتم بریم یه سمت قشنگ داشته باشیم. الان داریم به میدونی میرسیم که سمت به سومسرا و ماسال میره، مستقیم به فومن. ما میریم سمت سومسرا. فرصت شد میرم فومن هم فیلم میگیرم براتون. فعلا بریم سومسرا. امروز یک شنبه است. یک شنبه بازار بعید برگزار بشه. حالا خب میریم اونجا، اگه یک شنبه بازار هم باشه یک شنبه بازار هم براتون تو برف میگیرم. اینجا تولمشهر، جمعه بازار یا مرجغل، پنجشنبه بازار. اینجا واقعا قشنگه. یعنی ولاگشو واسه 2-3 هفته پیشه تو کانال گذاشتم، تو پلی لیست هست، پلی لیست شهر سومسرا سرچ هم کنین میاد. واقعا این بازار چون پنجشنبه ها هست، هم شلوغه، هم بزرگه، هم واقعا قشنگه. کنار رودخونه پیشار بار اگه اشتباه نکنم اسمشو، این منظره قشنگ، چقدر ماهی میارن. اینجا تولمشهر، این مرکز شهرشه. اینجا یک کباب کاسی داره معروفه، میخواستین کباب بخورین اون قیمتاش بالا هست، یعنی واقعا با کیفیت. یه بار اومدم واقعا لذت بردم. بازار پنجشنبه دقیقا از همین جا شروع میشه. چیز اصلیش دقیقا کنار این پله، این دست چپ ما. این سرعت گیر کجاست؟ این دست چپ پایین چیز مرکز اصلیش همینجاست. خیلی بزرگه. به نظر من تقریبا نصف شهر رو فروشنده و اینا میگیرن. گفتم از اینجا رانندگی رو بگیرم که به حال جز شهرستان سومسرا است، افتخار داشته باشیم ولاگش رو ضبط کنیم. شهر سومسرا به قول خود سومسرا یا سومسرا، شهر دوست داشتنی، مردم زحمتکش، واقعا آدمای خوبی داره. یه سری همدانشگاهی داشتیم، تقریبا تمام شاگرد زرنگای همین رشته‌های دانشگاه دولتی بودیم، همشون سومسرایی بودن. خیلی آیکیوشون بالاست، زحمتکش هم هستن. یعنی واقعا من به چشم دیدم زحمت میکشم. شهرهایی مثل گوراب زرمیخ، زیابر، این طلمات که هندخاله و سیاه درویشان و نرگستان و اینا همه جزش هست. شهرستان بزرگ، ولاگ ازش زیاد گذاشتیم، مخصوصا بازاراش مثل زیابر و گوراب زرمیخ همشون تو اون پلی لیست هست. این بازار دام تولمشهر هم دقیقا این سمت چپ ماست، خیابونی میخوره. ولاگ اونم قبلا گذاشتم. بازار جالبی، از گاو و گوسفند و گاومیش و اسب و اینا میارن برای فروش. از صبح زود میان. خودم این بازار اولین بازار مثلا تخصصی دام بود، میرفتم واقعا قشنگ بود، خیلی خوشم اومد. تجربه جالبیه. کنارش کباب میخورن، پلا کباب با عنوان صابونه. مثلا یه گشنت هم نباشه، اینجوری میبینی اینا دارن میخورن، گشنت میشه. ادارات و مدارس امروز تعطیل اعلام کردن به خاطر نصف کشور تعطیل. دلار هم دیشب 90 تومن رو رد کرد. اتفاقاتی بود دیگه.
سمته، یکی از سمت پیر بازاره، یکی از این سمت پیر بازار زیابه. اونور پیر بازار و سیاه استخر رو جز رشتن و به خاطر بارندگی تخلیه کردن. رودخونه‌شون آبش زیاد بوده، خطرناک بود، اونوری نیومد. ولاگ اون جاده هم براتون گذاشتم، جاده اونورم قشنگه. حالا خیابون این سرمسرا رو من زیاد وارد نیستم، تا قبل اینکه شروع به ولاگ اینا بگیریم والا راستش من حالا سرمسرا نیومده بودیم، یا مثلا شهری و روستایی رفته بودم که نمیدونستم جا سرمسراست. یه ولاگ از قدم زدن و رانندگی توش گذاشتم، ولاگ زیاد گذاشتم که از روش رد میشیم، مثلا به شهرهای دیگه میریم. تخصصیش یه دونه بود، دو تا از یک شنبه بازارش گذاشتیم. یک شنبه بازار سمسر واقعا قشنگه، خیلی بود بازارهای جذاب. جاهای دیگه اطرافش خیلی گذاشتم، هم سیاه درویشان گذاشتم، راب زرمیخ گذاشتم. خب خیابونای اصلیشو بلد نیستم زیاد که نه، کلا بلد نیستم. این رانندگی میگیریم، جایی که تابلو داره من براتون میخونم، به هر حال دوربین اینجا ثابت و من میتونم چشمو سرمو بچرخونم براتون میخونم، بهتون معرفی میکنم، با هم دیگه یاد بگیریم. تقریبا از صبح شروع کردیم اینجا رشت، تقریبا میکنم از 5 صبح 4 صبح شروع کرد. اینجا میکنم دیرتر زودتر شروع کرده، من یه خورده بیشتر نشستم. سرای زیبا، برف میزنه، عوضی که مردم میخورده رعایت کنن یا آرومتر برن بدتر. اینجا ورودی شهر سرمسر. سرمسرای آدمای خوش اشتهایی هستند. کبابیاشون واقعا معروفه، واویشگاه، رشته خوشکار. اینستاگرام نصف کلیپاشون واسه خوراکی و ایناست. اینجا نوشته فرمانداری سرمسرا سمت راست ماست. بعدیشم به مصلا میخونیم اداره فرهنگ. این اداراتش مثل اول. اینجا فیلم گرفتم تابستون بود اگه اشتباه نکنم، بهارش هم گرفتم. این درختای ابریزی صنوبره، سبز بودم، برگ داشتم، واقعا اینجا قشنگ بود، خیلی خوشگل. پیشنهاد می‌کنم حتما نگاه کنید. سمت چپ میره به سمت کمربندی، شهر دور میزنه کل فومن یا ماسال و اینا. از سمت چپ میتونید برید تو کمربندی. بولوار ولیعصر نوشته. مشخصه مثلا برفش ریزه، برف میزنه، برفاش ریزه، خیلی کم شد. شنبه بازار دست راست برگزار میشه، ورودی شهر در
میدان ولیعصر. بعدش میریم یک شنبه بازار سر میزنیم ببینیم برگزار میشه. اینجا دست راست میبینید 405 داره میره، یک شنبه بازار دقیقا همونجاست. نداره. یکم اومدم یه دوری ریزم بریم تو شهر یه قدم بزنیم، یه دور بزنیم. اینجا داخل شهر برف نمیده، اون بیرون شهر زده بود. ساعت 9:20 است. ادارات هم که تعطیل، ادارات مدارس. اینجا یه خورده میای مواظب ماشینا و نسبت به حق تقدم باش. دیدم رایت نمیکنن حق تقدم هم یهو میام. هم پراید رو در نظر داشته باشین داری میاد، یهو میپریم. دقیقا اون بلا قبلی میدونه همچه بکنم مونیز به یه شاسی بود، یهو پرید اومد. این خیابون اصلیشه که میخوره به میدون اصلی مرکز شهر. میدون امام خمینی بود. من گوگل نگاه کرده بودم. چیز میایم یه دوری هم داخلش میزنیم. خیابان سردار جنگل. سردار جنگل اون مجسمه میرزا کوچکخان من میبینم. میدان سردار جنگل سونسترا. برف نیومده. پارکش کودکان، پارک کودک نمیشه.
زیاد مینو دقت کنید ولاگاش هست. برامدیم مرکز شهر. خیابون میخوره به سمت ماسال و بولوار پرنصیر، شهید پرنصیری نصیری. شهرش خیلی برف کم اومده. تعطیله به خاطر این خلوته، وگرنه جا ترافیکه شلوغه. شهر گیلان کلا همینجوره، تعداد ماشینات زیاد شده، خیابونا کوچیکن، همش ترافیکه. این در حالی اینجا اینقدر خلوت نیست. بلاگ رانندگی خلوتی خب بهتر. خیابونی که روبروی ما است جاده فومن ماسال سمت آستارا میره. این ماشینا رو میبینین، ما همینجا دور میزنیم برمیگردیم. بلاگ رانندگی از آستارا به ماسال و گراب زرمی و اینا رو گذاشتم، دقیقا از همین جاده رو پرفروش. سیب زمینی همین کیلوی 60,000 تومانه. این تاریخی که دارم چون میکنم 60-65,000 تومان. روی جای 70,000 تومان هم دیدم. واسش بنر باید بزنم. چرا؟ اطلاعاتی که اول کلیپ ها من میذارم از ویکیپدیا، سایت های معروف، از رو کاغذ میخونم که اشتباهی چیزی نشه، حتی مثلا اعدادا این حالا که میبینیم مثلا توضیحات کامل نمیتونم بدم چون میگم اطلاعات دم دستم نیست، از حفظم نمیتونم بگم. چیزی که اطلاعات عمومی دارم و بهتون میگم، یه چیزی که یادمه مثلا همین انقدر کامل نیست. رو کاغذ که میگی همش چیز مطمئن تره،
ایراد نمیگیرم، مثلا ایرادم نگیرم آدم به حال اطلاعات درست میده، معتبر، منبع معتبر. مثلا اینجا توضیحات اون باشه فرمون زیاد نیست، مثل اونجا کامل نیست. ماهی بود. سومسرا مرکز پرورش ماهی هم هست. بازار الگویی ماهی رشت رو اگه دیده باشین ولاگشو گذاشتم، شبا 40-50 تا نیسان میاد ماهی میکنه، همشون مال سومسرا و این بران. ماسال هم البته هست. اینجا مرکز پرورش ماهیه. طرف زیابر و اینا پرورش مرغه. اینجا صنعت چوب، تولید چوب و اینا خیلی رونق داره. کلا آدمای زحمتکشی هستن. طالقانی اسکاش نوشته طالقانی عربان آخر ویدیو رانندگی میایم داخل شهر قدم میزنیم، خلوته. شنبه بازار بریم بهتر کنه. چون به حال ولاگ قدم زدن تو شهر رو میگیره، 4 تا مغازه باشن، 4 تا شلوغ نه، 4 تا آدم هم باشن، به حال باشون صحبت شد کرد، قیمت گرفت. قدم زدن فکر نکنم جذاب بشه. میریم یک شنبه بازار رو سر بزنیم. یه دونه ولاگ غروبش من به شما بدهکارم، میام. این شهرداری سومسرا است، سمت راستم. میام حتما براتون میگم یه ولاگ قدم زدن تو غروب سومسرا. شنبه بازار فکر کنم دست راسته. من یه بار از این بر رفتم، چیزی که تو ذهنم هست، یکم مستقیم میریم دوباره اونجا دوباره خیابون اسم نداشت من بگم، کنم اون ادامه طالقانی باید باشه. سرا شهید رضا مستقیم، میدان شهید رضا مستقیم، عربان، منطقه عربان. هم سومسرا رو یاد گرفتیم.
چون دیروز تعطیل بوده امروز هم تعطیله، احتمال زیاد که نه خیلی احتمال زیاد میدون بار تعطیل بوده. بازار خلوت باشه، بازار یک شنبه بازار خلوت باشه به خاطر اینه، چون عمده محصولاتی که میارن تو بازار میوه و تره بار و سبزیجات و ایناست، تو چشمه حجمش زیاده، مثلا بازار خلوت بشه به خاطر تعطیلات و اینا، به خاطر بسته بودن میدون بار. میریم ببینیم چه خبره. خیابون اسمشو من ندیدم. خیابون قشنگ. جالب سومنسرا به دریا نزدیک نیست، داخل شهر چرا برف کم اومده؟ شهرهای این نزدیکی کمترین برف همیشه تو انزلی میاد، چون نزدیک دریاه خیلی سخت برف میاد. مثلا اینجا 2-3 سری برف زده، سرش خبری نبود. این ماشین اینجا گفتم حق تقدم رعایت نمیکنن همینجا. سمت چپ میره رشت، سمت راست هم میره مرکز شهر. چون یک شنبه بازار از اونجا بهتر بلدم، از همون باید ولاگ رانندگی رو تقریبا تمام میکنیم. من برم یک شنبه بازار میشه فیلم گرفت یا نه. کسی اومده یکم شلوغ هست، اما جذابیتش فروشنده حداقل باید باشن براتون بگیرم. انشالله که از این رانندگی خوشتون اومده باشه. این برف داخل شهر نبود، من شهرمندم، میدونم چرا مرکز شهرش برف نزد. هوای بارونی شما حساب کنین. به همه سونوسرایی عزیز که خارج هستن هم سلام میگم، ولاگ تقدیم میکنم بهشون. خیلی کوچیکی از طرف منه، انشالله که شرایط فراهم بشه و برگردید. لباس یک گیلانی هیچ جا به جز گیلان صفا نداره. بهتون گفتم حق تقدیم.